با آواز ها نمیشه. 1,000,000 دفعه قدس از ماست، قدس از ماست، بیت المقدس آزاد شود، من قطعی بیت المقدس هستم نیستم. اما خیلی ادناترین چیزی که در وسط قدرتم است که نماز بخوانم، دعا بکنم، به الله رجوع بکنم، دین خودم حاکم بکنم که سبب نصرت است. ان تنصروا الله ینصرکم. اگر ما دین الله را نصرت کردیم، دین همونطور نگذاشتیم، از دین فاصله نگرفتیم، افکار این قرده و خنازیر را در جامعه خود نآوردیم، از ما استقبال نکردیم، ما سر دین خود عزت داشته باشیم، به دین خود ببالیم و دین خود از سبب عزت خود بشماریم. گویی دنیای کفر این طمع توقع از مسلمان ها کرده نمیتونه، ولی با تأسف که امت آنقدر پاش ساخته، جمع شدن از خیلی مشکل است. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. ما با شیطان باید معامله کنیم. رحمان فی خبیثه قدرت دارم. فرق نداره برای من کیه. اسرائیل بخواه که همکاری کنه با مخالفای توجی و کاری کنیم که رحمان فپیش کنیم، یکی ای سفارت های کلان دنیا در همون دوشنبه سفارت اسرائیل هم میسوزیم. یعنی برای من از برای سوال در جواب ندادی. میگم اگر پریزیدنت شای بیت المقدس پایتخت اسرائیل حساب میکنی؟ اگر یهودیو کمک کنن که رحمان بروه، اگر یهودیو کمک کنن که بروه، کاری که فردا میتونم خط میکنم، اعترافشم که نکنم خط میکنم. فهمیدی؟ خط کردن ایمانم یعنی که من کار ندارم با اگون چیزی. در جواب ندادی. میگم اگر پریزیدنت شای بیت المقدس پایتخت اسرائیل حساب میکنی؟ اگر یهودیو کمک کنن که رحمان بروه، اگر یهودیو کمک کنن که بروه، کاری که فردا میتونم خط میکنم، اعترافشم که نکنم خط میکنم. فهمیدی؟ خط کردن ایمانم یعنی که من کار ندارم با اگون چیزی. یعنی که من کار ندارم با اگون چیزی، اعترافشم که نکنم خط میکنم. فهمیدی؟ خط کردن ایمانم یعنی که من کار ندارم با اگون چیزی. الله سبحانه و تعالی از همچو احمقا اینمی قسم سخنایش از دهن میکشانه. شما مسلمان ها را الله بیدار میسازه که ببینی دشمن چی میگه. بیت المقدس کدام جای است؟ دنیا نمیشناسه که بیت المقدس کدام جای است، کدام مقام است، چی منزلت و مکانت در دین اسلام داره. ارتباط تمام افراد مسلمان در گوشه گوشه جان با بیت المقدس از نگاه عقیده هست، از نگاه دین است. تعلق ما، رابطه ما با بیت المقدس و فلسطین از روی از این است یک سرزمین مسلمان است. نه، ما آنقدر رابطه قوی عقیدوی در اونجا داریم، عقیدوی داریم. بعد از مسجد حرام، یعنی بعد از کعبه، دومین مسجدی که در روی زمین برای عبادت الله سبحانه و تعالی بنا شده بیت المقدس است. دومین مسجد که در روی عبادت الله شود. محبت جایگاه وحی انبیاء علیهم السلام است، مرکز امامت انبیاء علیهم السلام است، جایی که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ثبوت جایگاهش که حتی برای انبیاء علیهم السلام در روز قیامت شفاعت بکنه، در دنیا بعد امامت برای انبیاء علیهم السلام بکنه. امام اعظم محمد رسول الله، الله انبیاء را زنده میکنه، قطش جماعت میکنه، دمی بیت المقدس جماعت میکنه. مرکزی که رسول الله، الله اکبر، عام الحزن است. ابو طالب وفات کرده، جار و جنجال کفار زیاد شده، بیکس و کوی باقی مانده. بزرگترین مشوره دهنده رسول الله خدیجه رضی الله عنها او هم وفات میکنه. عام الحزن است. الله میمانی میده بر رسول الله. خب از کجا بالا میبره شده آسمان ها؟ میفهمی از کجا میبره؟ از صخره بیت المقدس که فعلا در زیر قبه قرار داره، در زیر قبه قرار داره، مرکز دنیاست. عیسی علیه السلام نازل میشه، پس دوباره همونجا نازل میشه. قبله اولی مسلمان هاست. پیغمبر علیه السلام که مدینه منوره هجرت کرده 16 یا 17 ماه طرف بیت المقدس نماز خونده، طرف بیت المقدس نماز خونده. در قرآن کریم و سرزمین مقدس گفته، در یک جای نه،
به 10 جای. من یک آیت براتون خواندم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اون در جونا جو دیگه مگه پرزیدنت شای بیت المقدس تا پایتخت اسرائیل حساب کنی. اگر یهودیو کمک کنن که رحمون بروا، اگر یهودیو کمک کنن که بروا، کاری که فردا میتونم ختم میکنم. اعترافشم که نکنم ختم میکنم. فهمیدی؟ ختم کردن ایمانم یعنی که من کار ندارم با اون چیزی. وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم قصه میکنه از معراج خود، مشرکین استهزا میکنه، اشپیلاقا میکنه. میاد پیش ابوبکر رضی الله عنه، علی رفیقی تا بیبی دیگه دیوانه شده، میگه در یک کم حصه شب بیت المقدس رفته، باز از اونجا به آسمان سفر کرده. گفت میگه می قسم؟ گفت بله. گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم حق میگه. رفت پیش پیغمبر علیه السلام. اولاد شهوات، اولاد ماده پرستا امروز درک میکنه، امروز میفهمه که درس اختراعات کی برش داده بود. تا وقتی که یک امری را قرآن قصه نکرده باشه، این دنیای کفر اقدام برای جور کردن از اون نمیکنه. تا وقتی که از قرآن فتوا نگیره کی ممکن است یعنی. رسول الله صلی الله علیه وسلم از اونجا در معراج رفته. سفری که از مسجد حرام تا مسجد اقصی شده، این را اسرا مینامه، در شب بردن. معراج بالا رفتن میگه که از اونجا شروع شده، در سدرة المنتهى. کدام مسجد است؟ مسجد اقصی. قرآن چطور توصیفش میکنه؟ الله چه قسم مرتبه از ویرا برای ما بیان میکنه که ما مسلمانان درک بکنیم که این مسجد از دست دادنی است. هر کس سری عزیز قبضه بکنه ما قرار آرام بشینیم؟ کلا قطعنا الذی بارکنا حوله. خودش چی میکنی؟ خودش که الله چی تقدیس برش داده، چی مقام و منزلتی را برش داده، ما حولش هم الله برکت داده، ام برکت معنوی ام مادی. آبشارهای زیبا، هوای زیبا، کشت و زراعت زیبا، میوه های گوناگون. برکت مادی است. برکت معنوی، دعوت های انبیاء علیهم السلام در اونجا خیلی زیاد بوده. او سرزمین دعوت دین الله سبحانه و تعالی است. یک منطقه وقتی قدر و قیمت پیدا میکنه که در اونجا اطاعت الله سبحانه و تعالی صورت میگیره، در اونجا حکم الله قائم میشه، تطبیق میشه. منطقه او وقت منطقه جور میشه، او وقت قابل قدر میشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که ابی هریره رو نقل میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ مقام متبرک و مقدس هر قدر منزلت و قدر داشته باشه برش سفر نمیشه، برای زیارتش سفر جایز نیست. برای از اینکه ما اونجا برم دائم قبول شوه سفر جایز نیست قطعا. این گپی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. لا تشد الرحال. کوچا بسته نمیشه، بسترا بسته نمیشه که کوچ بکنی، الا الی 3 مساجد، مگر برای 3 مسجد بسته میشه. یک آدم از اینجا حرکت میکنه میگه میرم در بیت المقدس در اونجا نماز بخوانم، بالکل میتونه. پیغمبر اسلام اجازه داد. این سفر جایز است. چرا؟ به خاطری که مزیتی را الله سبحانه و تعالی در او جاها داده، در او جاها داده. خودی پیغمبر میگه. الله اکبر. در حدیث دیگه است دجال سر کل منطقه ها گشت و گذار میکنه، داخل میشه، هیچ قریه و منطقه را نمیمانه، میگرده. در 4 جای داخل شده نمیتونه. در مسجد حرام، در مسجد نبوی مدینه، در بیت المقدس، در کوی تور نمیتونه داخل شده. الله اکبر. در حدیث میاد، حدیث سلیمان علیه السلام وقتی که بنا کرد مسجد ایره ترمیم کرد. اصل بنایش قبلا بود، چرا که در بین بنای کعبه و بنای بیت المقدس 40 سال زمان است. از او خاطر اصل بانی یا ملائک یا آدم علیه السلام است. بعد از او ترمیمات شده. ابراهیم علیه السلام ترمیم کرده.
یعقوب علیه السلام ترمیم کرده، سلیمان علیه السلام ترمیم یعقوب علیه السلام تکمیل کرده. چرا؟ به خاطری که در حدیث میاد ابی ذر رضی الله عنه میفرماید ما از پیغمبر علیه السلام سوال کردم که یا رسول الله ای مسجد وضع فی الارض اول مسجد در روی زمین کدام بود؟ رسول الله قال المسجد الحرام. قال باز میگه ابی ذر رضی الله عنه قلت ثم ایو، باز کدام مسجد؟ رسول قال ثم المسجد الاقصى، دوم مسجدی که بنا شده و مسجد اقصی است، یعنی بیت المقدس، مسجد بیت المقدس است. قال قلت کم کان بینهما، چقدر مسافه و زمانه بود در بین اردوش؟ قال رسول الله صلی الله علیه و گفت 40 سنه، 40 سال در بین مسافه بود. بعد از او رسول الله صلی الله علیه و گفت که اینما ادرکت الصلاه، هر جایی که شما را درکت نماز، وقت نماز سرتان رسید فصلی فإن كلها مسجد، چرا کل زمین مسجد است، فصلی فهو مسجد، او مسجد است، همون جایی که تو نماز میخوانی. ضرورت نیست که توی سفرهای دور و دراز به جای دیگه بکنی. این مسجد های است که الله سبحانه و تعالی مزیت داده. در حدیث دیگه که سلیمان علیه السلام را جور کرد، سأل الله خلالا ثلاثه، سه خصلت یا سه موضوع را به الله سبحانه و تعالی پیش کرد، سوال کرد، درخواست کرد. اول از الله سبحانه و تعالی سوال کرد حکم فیصله را یصادف حکمه، سأل الله عز وجل حکما یصادف حکمه، از الله سوال کرد یا الله فیصله من مطابق فیصله تو باشه، خطا نشم در فیصله، یا حکمی که میکنم حکم موافق از او باشه. دوم سوال کرد ثم سأل الله، بعد از او سوال کرد، چی را سوال کرد؟ که سأل الله ملکا لا ينبغي لأحد، اینطور پادشاهی را الله برای از او بده که برای کسی دیگر مناسب نباشه. سر جنیات حکومت کرد، تمامی کارهای شاقه خود سر جنیات میکرد، کل جنیات برش تابع بود، پادشاهی کرد، الله برش همون رقم خصوصیت داده بود. ثم سأل الله، بعد از الله سوال کرد سلیمان علیه السلام حین فرغ عن بناء المسجد، زمانی که از بنای مسجد فارغ شد، چی را سوال کرد؟ الله یأتیه احد، که نبیاد این مسجدی ما که بنا کردم یک شخصی، لا ینهزه الا الصلاة، که ای را بالا نکرده باشه، وادار نساخته باشه مگر نمازی را وادار ساخته باشه، هیچ قصد دیگر را نداشته باشه، فقط برای نماز در بیت المقدس بیاید، مگر نماز در بیت المقدس، الا مگر الله سبحانه و تعالی را چی بکنه؟ یخرجه من خطیئته، بکشش از گناهش، که یوم ولدته امه، به مثل که از مادر تولد شده باشه. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اما اثنتان، هرچی دو تا بود، یعنی دو سوال اولش فقط اعطیهما، یقینا برش اردوش داده شد به سلیمان علیه السلام. او سوالم قبول شد که حکمش موافق حکم الله باشه، این سوالم قبول شد که پادشاهیش برای ازی باشه، به کسی دیگه مناسب نباشه. بعد از او رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ که بعد از او و ارجو ان یکون قد اعطی الثالثه، امید دارم که برش سوم هم داده شده باشه، یعنی الله هر کسی که به این نیت در اونجا میره نماز بخونه بر غرض نماز، برای از مسجد مثل که از مادر تولد شده باشه. ابن عمر رضی الله عنهما برای تعمیل حدیث زمانی که داخل میشد در بیت المقدس در مسجد اقصی، حتی آبی مسجد هم نمیخورد، گفت به خاطر از اینکه نیتم فقط و فقط چی باشه؟ نماز باشه، چیزی دیگری نباشه، به خاطری که در این حدیث ما داخل شد. الله برش مقام داده. کل مخلوق در بیت المقدس در سرزمین شام جمع میشه، روز محشر برش میگه، کل مخلوق از اونجا نشر میشه. از پیغمبر علیه السلام میمونه کنیز پیغمبر علیه السلام سوال میکنه، از پیغمبر علیه السلام گفت قلت یا رسول الله افتیا فی المسجد الاقصی فی البیت المقدس، در مورد بیت المقدس برای ما فتوا بده. پیغمبر علیه السلام گفت هی ارض الچیست محشر و المنشر، این سرزمین جمع کردن خلایق مخلوقات هم است و پس نشر شام است. پس تعلق ما مسلمانان با او سرزمین تعلق یک جغرافیا نیست، تعلق یک سرزمین عادی نیست،
تعلق ما با او منطقه، با او دیار، تعلق عقیده است، تعلق دین است. هیچ نوع تسلط دنیای کفر خصوصا اسرائیل هر مسلمان نمیخواه، ولی الله سبحانه و تعالی این طور حالتا را میاره که ببینه این دنیای عرب ببین با این کش و فش خود، با این غیرت و جوش خود، با این اسلام و توحید خود که چی میکنن، تا چی اندازه را از او سرزمین دفاع کرده میتونه. ممالک اسلامی همجوار و نزدیکش اولتر سرشان این مسئولیت افتاده، ما خود دورتر هستیم. امروز که یک جوان مسلمان جرم است برش اگر برای کمک برادر مسلمان خود بروه، قطعا بندی میشی، قانون است. اما برای دفاع از کمونستا، دفاع از ظالما هر قدر نیرو روان میکنی هیچ کسی دمیرای تا گرفته نمیتونه. از این افغانستان ما مردم برای کمک بشار اسد میره، ظالم ترین شخص دنیا و در عصر فیلی ما، بلکه علنا بیان میشه، تمجید میشه کسایی که از اونجا حرکت کرده. به شما میگم ای سرپرستا، روز قیامت آمده نیست، در پیش الله سبحانه و تعالی استاد شده نیستی. نگویی که 4 روز زندگی مرفه و پر نعمته من اینجا بگذرانم. روزی در قبر میری، بستریت خاک میباشه، بالشتت خاک میباشه، خورنده تو کرم میباشه، به الله سبحانه و تعالی پیش میشی جواب میدی. جناب محترم، که اگر کسی دفاع از دین خود میکنه او تروریست است. اگر کسی نعوذ بالله برای دفاع از ظالم میره هیچ گپی نیست.